روزی جمعه مبارک را خوب شروع کرده باشد و حالا گوش و هوشتان با ماست تا اینکه خبرهای آخرین را از تاجیکستان و جهان از ما بشنوید. حالا رسا هفت است و شروع میکنم از تاجیکستان. امالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به شهردار دوشنبه رستم امالی اردن زرین تاج درجه 2 را تقدیم کرد. در شهر فرمان پرزیدنت گفته می شود رستم امالی برای فعالیتی ارزنده و ثمراناک در مقامات محلی حکومت دولتی به این اردن سرفراز شده است. رستم امالی این اردن را روز 30 آگوست در برابر 10 کارمند ساحل گوناگون دریافت کرده است. امالی رحمان در راستای تجلیل از 27مین سالگرد استقلال دولتی به چندین کارمند دولتی و نظامی مکافات جایزه سپرد، از جمله به 4 نفر اردن اسپی تامین، به 5 نفر اردن شرف، به 12 نفر مدال جسارت، به 10 کس مدال خدمت شایسته، به 1 نفر مدال مرزبان شجاع تاجیکستان و به 19 نفر رتبه‌های حربی. رستم امالی پسر کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان ماه ینور سال 2017 در 29 سالگی شهردار دوشنبه تعیین شد. او در این مقام محمد سعید عبیدالله را عوض کرد که 19 سال رئیس پایتخت بود. رستم امالی از این قبل در چند وظیفه‌های کلیدی دیگر از جمله رئیس جانشین مبارزه با فساد و خدمات گمرکی تاجیکستان کار کرده است. از سال 2012 رهبر فدراسیون فوتبال تاجیکستان است. حالا ریاست مجلس وکیلان خلق پایتخت را نیز او بر عهده دارد. خب پدر دولت قدمов جوان متهم بر افباشی در هواپیمای مسکو دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پسرش بیماری روحی دارد. این هواپیمای متعلق به شرکت یورالسکی اویالینی شام 29 آگوست از فرودگاه ژوکوفسکی به هوا برخاسته بود، اما در پی ماجرای دولت قدمов مجبور شد که از نیمه به خفا برگردد. مقامات روسیه در رابطه با این حادثه پرونده جنایی باز کردند. سید قدم دولت قدمов پدری دولت قدم روزی 30 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که 2 هفته پیش خبردار شد که وضع روحی دولت قدم خوب نیست. از این رو خواستند که او به تاجیکستان بیاید تا اینکه طبابت بگیرد. خب سید قدم دولت قدم میگوید پسرش هیچگاه مواد مخدر و مشروبات اسپرتی استعمال نمیکرد. در همین حال تلویزیون روسیه با نشر گزارش درباره این حادثه گفتند که دولت قدم از گذاشتن تشخیص برای معاین کردن مواد مخدر و یا الکل در خونش سرکشی کرده است. از روی پرونده که نسبت دولت قدم باز شده است به او تا 5 سال زندان تهدید میکند. همچنین به گفته خبرگزاری های روسی شرکت یورالسکی اویالینی حق دارد برای طلب پرداخت جبران خراجات علاوگی شرکت که از سبب بازگشتن دوباره هواپیما به مسکو به عمل آمده است به دادگاه مراجعت کند. بیننده عزیز شما میتونید تفصیلات این خبر را در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی تماشا کنید. اونجا در این باره گزارش های زیاد داریم و از جمله در رابطه با عکس العمل مردم برای متوقف شدن فروش سیم کارت‌های 250 سومانه رو شما میتونید ببینید که شام دیروز همکاران ما از کوچه های شهر دوشنبه ثبت کردند و میتونید ببینید که مردم این خبر رو چگونه قبول کردند. و من میروم به خبرهای دیگری که حالا در دست داریم. من اقترش به خبرهای جهان. سیاستمدار روزگارای هلندی گرد ویلدرز مسابقه کاریکاتورهای پیغمبر دینی اسلام را لغو کرد. این در حالی است که دعوت تشکیل چنین مسابقه باعث اعتراضهای بزرگ در پاکستان شده است. گرد ویلدرز که با کشتن تهدید میشد روز 30 آگوست گفت او تصمیم گرفته است این چوره‌بینی را لغو کند تا اینکه مردم قربانی خشونت اسلامی ها نشوند. ویلدرز 54 ساله در صفحه فیسبوکش نوشته است که امنیت مردم مهمتر از هر چیز دیگر است. کاریکاتورها و مسخره الله در دین اسلام کفر به شمار می رود و در پاکستان برای این عمل حکم قتل پیش بینی شده است. ویلدرز میگوید مخالفانش نه تنها او بلکه تمام هلند را هدف حمله های خود قرار خواهند داد. اعتراضگران در کوچه های شهر اسلام آباد با اشاره به این مسابقه از حکومت پاکستان دعوت کردند که روابط دیپلماتی با هلند را متوقف کنند. خبرگزاری رویترز می نویسد چند ساعت پیش از لغو مسابقه کاریکاتورها طالبان افغان از سربازان افغان دعوت کردند که سربازان هلندی مستقر در افغانستان را هدف حمله های خود قرار دهند. در ازبکستان باشد یک مولای 61 ساله از ولایت خورزم که نوار عشق‌ورزی‌اش در اینترنت راه یافت، کارمندان پلیس را به دخالت در امور خصوصیش عیبدار کرده است. نواری که در آن مولای اوریان همراه با یک دختر جوان ثبت شده است هفته گذشته در اینترنت نشر گردید. در نوار دیده می شود که کارمندان پلیس به محض وارد شدن به حجره این مرد و دختر جوان را بازپرسی میکنند. عبدالحمید اوتاجانوف گفت این نوار 6 سال پیش ثبت شده است. همسر ندارم و به این خاطر جنایت صادر نکردم. من با زن
дар манзили худам хоб будам, магар ин мамнуъ аст? пурсидааст ӯ. Отаҷонов корманди пулисро дар дахолат ба ҳаёти шахсияш айбдор мекунад. чанде пеш кормандони пулис ба манзили ман омада бо роҳи таҳдид талаб карданд ки ман ариза навишта даъво надоштанамро тасдиқ кунам, аммо ман нанавиштам. ман талаб мекунам ки онҳоро муҷозот кунанд, бозам гуфтааст идмуллои ӯзбекистонӣ. خب در همین حال ساکنان میگن عبدالحمید اوتاجونов ба дуохонӣ машғул будааст. و بازم برمیگردیم به تاجیکستان. پرزیدنت تاجیکستان روز گذشته فرمان دعوت تیرماهی به صف ارتش را امضا کرد و موسم دعوت اکنون از 1 اکتبر شروع می شود و تا آخر ماه نوامبر دوام میکند. در همین حال دادگاه نظامی گارنیزون خطلان با بررسی پرونده جنایی کارمند سابق کمیسریت حربی نویه وقت شروع کرده است که به شیوه بد دستگیر کرده به ارتش بردن معلم جوان شمسالله سلطانov متهم می شود. شمسالله سلطانov پس از ختم مکتب به شعبه غایبانه دانشگاه دولتی شهر بختر به نام ناصری خسرو داخل شده. در مکتب 9 ساله دهه باعث آموزگار تکنولوژی اطلاعاتی کار میکرد. مقامات دادستانی قبلا گفته بودند که کارمندان کمیسریت ترتیب به کمیسیای دعوت حاضر کردن سلطانov را دغلانه ویران کردند. حادثه حین دعوت بهاری امسال صورت گرفته است و پس از باز شدن پرونده جنایی پراپورشیک عثمان کریمов از مقامش برکنار شده است. از دادگاه نظامی گارنیزون ولایت خطلان روز 30 август ба радио Озодӣ гуфтанд ки баррасии парвандаи собиқ корманди комиссарияти ҳарбии ноҳияи Вахш ҳам акнун оғоз шудааст. алайҳи корманди собиқ комиссарият барои суистифода аз мақоми хидмати парванда боз гардааст. ин муддат то 12,500 сомони ҷарима ва ё то 5 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. феълан ин корманди собиқи комиссарияти Вахш ба шарти берун нарафтан аз маҳалли зист дар озодӣ ба сар мебарад. шоҳидон аз мактаб ва хонандагон мегӯянд ки омӯзгору 4 нафар аз ҷумла раиси ҷамоати деҳоти Машал ба таври иҷборӣ ба сарбозӣ бурданд, вале ҳоло танҳо 1 нафар дар курсии айбдорӣ нишастааст. як омӯзгор ки ба мурофиаи додгоҳӣ даъват шудааст ба радио Озодӣ гуфт ки зоҳиран алайҳи раиси ҷамоат ва маҳалла парванда боз нашудааст, чун онҳо дар мурофиа иштирок надоштанд. و باری اولین یک داوطلب نوبینا از حقش دفاع کرد و دانشجوی کنسرواتوری ملی تاجیکستان شد. مفزون غفورزاده یک داوطلب نوبینا و یتیم بعد نشر مطلب در رادیو آزادی و شکایتش به مقامات داخلدار توانست دانشجو شود. مسئولین کنسرواتوری ملی تاجیکستان تنها بعد از شکایت مفزون با تأسیس کمیسیه از او امتحان تکراری مهارت گرفته این جوان نوبینا را به شعبه آوازخوانی قبول کردند. مفزون غفورزاده ساکن 24 ساله شهر دوشنبه سال گذشته کالج صنعت به نام احمد بوبوقلov را ختم کرده آرزوی ادامه تحصیل در فاکولته آوازخوانی کنسرواتوری ملی را داشت، ولی رهبریت این مؤسسه تعلیمی او را با بهانه نبودن متخصص به امتحانات داخلشوی اجازه ورود نداده بودند. این جوان نوبینا که بعد انجام امتحان در نزد کمیسیه مخصوص کنسرواتوری بیرون آمدن با رادیو آزادی صحبت میکرد، خیلی خوشحال به نظر می رسید و گفت این حق تلاشیش در آینده برای هم تقدیرانش نمونه میشد. خب ما هم در نوبت خود خرسند از آن هستیم که بازم رادیو آزادی توانست که برای به مقصد رسیدن 1 نفر کمک کرده است. خب با ما همکاری کنید، شما نیز برای ما در باره مشکلاتتون رو بنویسید و ما نیز موضوع شما رو حتما دنبالگیری میکنیم. با یک خبر دیگر برای دوستداران فوتبال، روز 30 август در مناک نشست UEFA اتحاد اروپایی فوتبال دایر شد که در آن نیم محافظتگر دسته ریال مادرید و کاپیتان دسته منتخب خرواتیا لوکا مودریچ بهترین فوتبالباز اروپا انتخاب گردید. برای این مقام لوکا مودریچ با سابق همدستش کریستیانو رونالدو و حملهگر لیورپول انگلیس محمد صلاح رقابت داشت. مودریچ امرو با ریال در سال روان پای هم 3 سال جام قهرمانی اروپا را به دست آورد. بر علاوه دسته منتخب خرواتیا زیر رهبری او به گرفتن مدال نقره جام جهانی فوتبال موفق شد. کریستیانو رونالدو که تابستان سال روان از دسته ریال مادرید به یوونتوس ایتالیا گذشته است در مراسم تقدیم جایزه ها اشتراک نکرد. دیوید بکهام سابق نیم محافظتگر دسته منچستر یونایتد و ریال مادرید با گرفتن جایزه مخصوص رئیس اتحاد اروپای فوتبال الکساندر سفرین کامیاب شد. سفرین گفت بکهام در برابر دستاوردهای بزرگی که در میدان فوتبال به دست آورده است فعلا یک مؤسسه خیریه هم هست که در هماهنگی با خزینه کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و کودکان سراسر دنیا کمک رسانده است. خوب بیننده عزیز، تشکر میگویم که چند دقیقه خودتان را امروز نیست، یعنی در این صبح بر وقت با ما بخشیدید. شعله گلخوجه بودم در خدمت شما و البته چون همیشه خبرهای از این بیشتر هم در دست ما هست، ولی من به شما پیشنهاد میکنم که بازم بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم ما را همراهی کنید تا اینکه از خبرهای بیشتر از این آگاه باشید.